سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. روایت میگویم. در روایت وارد می شود که یک موی سفید بود. صاحب گفتن پسر داشت. با مرور زمان صاحب خانه‌دار می شود و خرسندی از آن خانه می رود. هر روز در آن خانه جنگ بود. سبب اساسی این: همسر صاحب خسورش را بد می دید. روز جنگ کلام می شود و می گوید: همسر صاحب، یا پدرت را انتخاب میکنی یا مرا. صاحب در بین دو راه مانده بود. اگر که همسرش را انتخاب کند، پدرش را از دست میداد. پدرش را انتخاب کند، همسر و فرزندش را. صاحب فکر کرد و به سرش یک فکر آمد که پدرش را به خانه کهنه که در شهر داشتند به آنجا میگذارد و هر روز از حال آن خبردار می شود. چیزهایی که برای آن خانه لازم بود میگیرد و پدرش را با کتفانش سوار میکند و در راه میرفت. اکنون از در میبارد که پسرش میگوید: پدر، من هم با شما میروم. پسر همراه پدر میرفت و صاحب بسیار سوال میداد: برای چی بابایم را به کجا میبرید؟ صاحب باشد به فرزندش هیچ چیز نمیگفت و در راه میرفت. به خانه نزد آمدند. پدرش را در آنجا گذاشت و گفت: پدر، من پگاه برای زیارت شما میآیم. گویم در راه میرفت. پسرش سوال میداد: بابایم را در اینجا میگذاریم؟ برای چی در اینجا میگذاریم بابایم را؟ میگفت. صاحب نمیتوانست گفت که این را مادرت خواست و باز میگوید پسرش: پدر، وقتی که شما پیر میشوید من هم شما را در اینجا میگذارم. گفت که صاحب انگشت حیرت گزید، به قفایش نگاه کرده چنان دوید. از این کاری پسر در حیرت ماند و هیچ چیز نگفت. صاحب به خانه آمد. پدرش را زود به آغوش گرفت. گفت: پدر، مرا ببخش. پدری خسته پسرش را تسلی میداد و میگفت: من میدانستم که تو برمیگردی. برای آن که وقتی که پدری پیر داشتم من هم این کار رو نکرده بودم. از این سبب من باوری داشتم که تو به نزدم برمیگردی. میگفت و به پسرش تسلی میداد.